کربلایی ولی بچه از این خونام خدا سم پیسه دار 10-20 لک. او دختر کجا شده میداد؟ نگین؟ او نگین تو بیا یک دفعه اینجا. نگین صدای میشنند. من کار داشتی پدر؟ قند پدر بیا یک دفعه بیا تو ببینیم. بیا اینجا بیا قند پدر. بگو پدر. بچه میمانم در شناخت نشناخت کربلایی شناخت نشناختی؟ شناخت مدام بوتایش فهمیدن میشه دمی تابستانی تو موزه میپشه که بسته خانه رو بوی پای گرفته. آنه ما هم در کربلایی بچه همی قصه رو موزود کوتاه کنم بعد دیتا. آره دیگه اون هم در بخاطر استم بچه هم دیگه کمام خسته شدم دیگه پدرت ناتوانه دیگه خسته شدم دیگه استم این مال دادم بخته دیگه اونمو باچهش جگی هایش ولدید دیگه باچهش خود در سند سالم نداره در سند سالم نداره تازه جوان شده 25 ساله تجار مفهمی تجارت منه تجارت منه مفهمی 20 لک دما پیسه داره 5 خانه داره 20 لک 5 خانه 5 موتر دیگه از او چی میخوایی دیگه گفتی چیست تاجر؟ تاجر است تجارت منه آمریکا و کانادا و استرالیا و خانه نه در خارج خانه نداره بچه در خارج خانه نداره گفتم از خارج خوش منه همه دیگه این گپا این میقدر گپا بود بچه دیگه واده گفته چه در خارج خانه ندارم دیگه نه از او که در بومرم که شوار افغانی بگیرم چرا شوار خارجی نگیرم خوب باشال یک بانه جور میکنم های دختر چی؟ های چورت میزنی تو نه پدر با حتما بچهش حتما تجارت جراب مراب میکنه چی جراب از خارج میاره چی؟ جراب چی بچه چی جراب چی مرامت تجارت جراب خرچی میکنه پیسه دار است دیگه نه دیگه پدر دون گفتی چند ساله؟ 25 ساله بچه اصلا برای من نمیخوره من خود تازه نوجوان هستم 18 و 19 خلاص کردم پدر دیگه از من سر آمدی میخوایی خدا بگی نکنه بچه نه خدا نکنه نانخور اضافه هستم در خونه نه بچه گپار نزن حالا قبول نداره تو دار میشه که همی دختره که میبره خودت گفتی ناتوان شدیم خسته شدیم از این دیگه پدر هیچ چیزا رو هیچ توقعش نداشتم که این تو گپار رو برای من بگوی خدا نکنه گپار چرا میزنی من گفتم دیگه همین خانه آلی گفتی تاجر هست دیگه بیتم پیسه دار هست هیچ از دختر سوال کردی من چه رقم شوهر میخوایم چه رقم بچه دیگه بچه خوب است دیگه صادق است راستکار است هر چی است شاید برای تو خوب باشه برای من هیچ خوبم نیست